ما نباید تعصب داشته باشیم. علاقمند بودن به هویت ملی ما نباید مانع از این بشه که ما به بقیه چی باشیم، محبت داشتیم. در یه مهمانی بنده 2-3 سال پیش شرکت کرده بودم، راجع به مسائل داشتیم صحبت می‌کردیم و راجع به پیشرفت علم و صنعت در امریکا داشتیم صحبت می‌کردیم. یه خانومی برگشت و گفت که خسته شدم چقدر شما راجع به این امریکایی‌ها همش حرف میزنید که چی؟ خب ما در مورد ترقیات این مملکت داشتیم صحبت می‌کردیم و اینکه چقدر یعنی این فرد تعصبش مانع از دیدن حقیقت در سایر جهان میشه. منظورشون البته این بود که کفه ترازو اگه شما داشته باشین میخوام بذارین کدوم کفه سنگینی میکنه، بهایی بودن یا ایرانی بودن؟ اصلا بهایی خودشون در اون ترازو قرار نمیدن. چه کاری که ما بریم در این ترازو؟ سوال اول ببینید این موقعی مطرحه که شما وقتی که این مطلب میگید یعنی این کفه ترازو اینها با هم یک تناقضی دارن، یا این باید بره بالا یا اون باید بره بالا. دقیقاً میفهمید؟ هیچ کدوم با هم نمیتونن برن. یعنی اصلا طرح اون مسئله از نقطه نظر یک بینش بهایی یک طرح درستی به اون صورت مطرح نیست. به هر دو علاقه داره. ببینید حسب بهاءالله میفهم، حسب عبدالبها میفهمند یکی از آثارش میفهمن افق ایران از پرتو مه آسمان روشن و منیر گردد. اینو درباره آینده ایران میفهمند و بهایان برای خدمت به جامعه ایرانی هستی خودشون رو فدا کردن و میکنن. عنقریب آفتاب عالم بالا چنان بدرخشد که آن اقلیم یعنی ایران اوج اسیر گردد و به جمیع جهان پرتو اندازد و عزت ابدیه پیشینیان دوباره چنان ظهور نماید که دیده ها خیره و حیران گردد. ببخشید اسیر با 3 نقطه یا 3 نقطه به مفهوم آسمان. فهمیدم. ایران مرکز انوار گردد و اینو بهاییان بهش معتقدن و در راه این دارن خدمت میکنن. حتی در این شرایطی که اینقدر تحت ظلم و ستم هستند، جوانای بهایی در شیراز رفتن شروع کردن به عده بچه بی سواد از خانواده‌های بی بضاعت درس دادن برای مدت 2 سال و بعد اومدن اینها رو دستگیر کردن بردن زندان و گفتن شما برای امنیت ملی دارید ضرر می‌زنید. بعد ایشون سوال کردن که اگه اسلام رو دین آخری میدونیم، ما اسلام رو دین آخر نمیدونیم. مطالبی که در قرآن کریم هست خودش نماینده این هستش که ادیان دیگری خواهند آمد. اگر در جلسه بعد راجع به این مسائل صحبت کردیم، بنده از خود قرآن کریم آیاتی رو خواهم خواند که مدل بر این هست که دین بعد اگر ما بخوایم اگر به این نحو در نظر بگیریم اصلا هیچ دینی نباید بیاد. مگه در خود تورات در موارد متعدد بیان نشده که اگر کسی سبت یعنی روز شنبه رو بشکونه جرمش کشتن هست؟ پس حضرت مسیح ادعاش چیه؟ حضرت مسیح که آمد شنبه رو عوض کرد. کاملا بله. خب همین شبیه به این در همه ادیان هست. سپاسگزارم. چیزی هست در مورد مطلب دیگر که فرمودن مصلحت رو رعایت کردی در مورد زبان عربی عرض کردم حضرت بهاءالله فرمودن که قوم من اهل عالم هستن، این دیانت برای اهل عالم آمده. شما فرمایید ایشون باید به چه زبانی صحبت بکنه؟ به هر زبانی که صحبت بکنه یکی چیزی متعرض میشه. چون ایرانی بوده به زبان ایرانی صحبت کرده. اما در این حال باید یه زبانی هم بیان میکرده که خب این زبان عربی هم که همه قبول دارن از زبانهایی هستش که خیلی کامل هست و بتونیم به زبان عربی. من متوجه نشدم که نظر ایشان مصلحتش چیه. این نکته هم که فرمودن کدوم دین توانسته برای مردم ایجاد اتحاد بکنه؟ همه ادیان کردن در زمان طلایی خودشون. وقتی که دوچار اختلافات شدن، مثلا شما دوران عباسیان در دوران اسلام که نگاه میکنید ببینید چقدر تمدن اسلامی پیشرفت کرد، اما بعد از اون دوچار اختلافات شدند و بعد همینطور در دوران مسیحیت. الان شما به جامعه بهایی نگاه بکنید ببینید که یک جامعه متحد جهانی به وجود آورده. بنده از شما دعوت میکنم بیشتر به جامعه بهایی نگاه بکنید تا این الگوی اتحاد بیشتر برای شما مشخص بشه. سپاسگزارم از شما. بفرمایید بابا. شنونده قبلی فرمودید که ما اسلام رو قبول داریم ولی دستوراتش رو لازم الاجرا نمیدونیم. این درست مثل این میمونه که شما بفرمایید در آمریکا ما قوانین مالیاتی رو قبول داریم ولی دستوراتش رو لازم الاجرا نمیدونیم. یعنی شما زمانی که دستورات رو لازم الاجرا بدونید قوانین مالیاتی رو میتونید قبول بکنید. متوجه سوال شما شدم. اجازه میفرمایید یه سوال از شما بکنم برای اینکه بهتر بتونم جواب بدم؟ بفرمایید. خواهش میکنم. خب شما ببخشید اگه جسارت نیست میتونم بپرسم شما به چه دینی معتقد هستید؟ من قبلا مسلمان زاده بودم، حالا به دین خرد. خیلی خوب. اون موقع که شما مسلمان بودید بر اساس اعتقاد به اسلام آیا دیانت مسیحی و حضرت مسیح رو به عنوان یک دیانت الهی و حضرت مسیح رو به عنوان یک پیامبر قبول داشتید؟
بنده دین اسلام رو به عنوان یه دین تعبدی قبولم نکرده بودم، عادت کرده بودم. وقتی که نه ببینید، حالا شما فرمودید تفره نریم، شما جواب سوال رو بفرمایید. بنده کاری ندارم شما دلیلش چی بوده که شما قبولش کرده بودید. اون موقع که قبولش داشتید آیا شما حضرت مسیح رو پیامبر الهی میدانستید یا نه؟ به عنوان یک مسلمان زاده باید قبول می‌داشتن دیگه. به عنوان جواب شما، برای اینکه الان که من از شما سوال میکنم، الان با عقل و خردم صحبت بکنم، من یک عادت‌هایی رو در خانواده‌ام یاد گرفته بودم، مثل عادت نوروز، مثل عادت چهارشنبه سوری، مثل عادت اسلام، مثل عادت نشستن و غذا خوردن، مثل عادت کرسی. خب متوجه شدم دوست عزیز. الان که شعور رو درک اینو پیدا کردم که به کرسی از شوفاژ استفاده کنم، الانی که شعور رو درک اینو پیدا کردم که راجع به مسائل دین باید برام مطالعه کنم، بنده یک کتابی رو خوندم به اسم رگ تاج. علاوه بر عزیزم بیشتر از 4 دقیقه شد، خیلی سپاسگزارم محبت کردین دکتر. اگر اینجوری میخوام پیش بریم به خیلی از بینندگان اجازه بدین بنده سریع جواب اینو ببین. حالا ایشون جواب ندادن، ولی در طبق قرآن کریم مسلمانان اسلام و یهود رو قبول دارن، باید مسیح رو قبول دارن، اما این به این معنی نیست که احکام اونها رو اجرا میکنن، بلکه معتقدن این ادیان در زمان خودشون آمدن مردم رو راهنمایی کردن. بنده که میرم مدرسه و اونجا فرض کنید که علوم فیزیک رو میخونم، یه موقعی ما علم فیزیک ما به اعتقاد به چی داشت؟ به نیوتن داشت، به فیزیک نیوتنی. انیشتین که آمد فرضیه‌های نیوتن رو یه مقدار با فرضیه نسبیت و فرضیه دیگه خودش عوض کرد. و بنده اون چیزی که در کلاس اول میخونم و الف ب هست، وقتی که میرم دانشگاه اونا رو شاید استفاده نمیکنم، بعضی از اون مسائل یا بعضی از فرضیه‌های ریاضی و غیره حرفا رو استفاده نمیکنم، سیستم‌های بهتری وجود اومده. این رو برای زمان خودش قبول دارم، نه اینکه امروز بخوام اجرا کنم. بسیار هم سوال ایشون جالب بود، هم سوال شما جالب بود، هم پاسخ جالب بود به نظر من. بفرمایید قربان. درود بر شما آقای کاویانی. درود بر شما قربان، زنده باشید. بفرستم بر میهمان گرامیتون. بفرمایید. من این پرسشی از ایشان داشتم و اون این است که آیا تلاشی شده که این نمازی که بهاییان میخونند به پارسی هم گفته بشه یا خیر؟ و آیا شما یک شاخه از دین اسلام خودتون رو میدونید یا خیر؟ اینو من پرسیدم جواب دادم، فقط درباره سوال اولتون پاسخ بدم، چون دومی رو من پرسیدم. سپاسگزارم ولی بازم اجازه میدید. مرسی. نه خیر، ما همونطور که قبلا هم بنده عرض کردم دیانت بهایی دیانتی است مستقل و ارتباطش با اسلام همان ارتباطی است که با سایر ادیان هست و با سایر اقوام، حتی با افرادی که به خدا معتقد نیستند. دیانت بهایی همون ارتباط رو داره، زیرا هدفش ایجاد یک تمدن جهانی عقلانی و روحانی هست. یه سوال دیگه میشون فرمودن، سوال دیگه هم بود که آیا تلاش شده که نماز رو نه خیر. ببینید بهایان ایرانی در کلاس‌های درس اخلاق از بچه‌ای که یاد میگیرن میرن شرکت میکنن، آیات عربی رو یاد میگیرن و براشون ترجمهش هم میگن، بنابراین اینها یاد میگیرن و کار به خدا کار مشکلی نیست. خیلی از ایرانی‌ها که بهایی عربی خوبم نمیدونن، اما یه مقداری رو یاد گرفتن که نماز رو میخونن، معنیش هم میدونن و براشون معنی کردن، اینها میفهمن که چی دارن میخونن، یعنی قرآن نمیخونن.